دوملای شیرین سخن. آیا خلقیت می توانند با دختری ایشانزاده خاندار شود؟ فرزند 14-15 ساله نماز میخواند، موی زیر نافش تازه کند یا نه؟ خب برادر یک سوال کرده که السلام علیکم داملا، در حاجت خانه یگان ذکر گفتن ممکن است با زیارت قبر پدر و مادرش می رود؟ اونها میفهمند در ختم قرآن را در آدمی زنده بهتر ثواب دارد یا به مرده؟ شما گویید ممکن هست که من همین نماز تهجد به بلند خوانم، بسیار نغز میبینم بلند خواندن را. اکنون صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم جواب سوالهایی هست که برادرها برای ما فرستاده‌اند. خب برادر عزیز سوال کرده که آیا وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش می رود اونها می فهمند؟ بله برادر عزیز، وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش به یعنی دعا کردن قبر پدر و مادرش می رود، البته اونها می فهمند که یعنی آمده است دعا کرده است. در روایت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی زیارت اهل بقیع قبرستان می رفتند یعنی ابتدا سلام میدادن. این سنت است برای انسان که وقتی رفت حضرت میگفتن که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. یعنی حضرت سلام میگفتن برای اونها و به سوی اونها میگفتن که شما یعنی پیشتر آمده به نزدیک ان شاء الله ما هم به شما میپیوندیم. از خداوند طلب دارم برای شما و برای یعنی خودم عافیت را، تندرستی و نجات و یعنی رحمت پروردگار را گفته حضرت یعنی که برای اهل قبرستان میگفتن. این خودش در روایت دیگه اومده است که السلام علیکم اهل القبور گفته ای صاحبی قبر، ای اهل قبر گفته. در دیگر روایت هم این چنین آمده است. این روایت ترمذی است، روایت اولش امام مسلم بود. یعنی که جناب پیغمبر برای اهل قبرستان سلام میگفتند. البته وقتی سلام گفته شد اونها حتما میشنوند. به این خاطر وقتی انسان سر قبر پدرش رفت دعا کرد سلام گفت، سلامی و یا دعای و یعنی و پدرش میشنوند. چه برادر سوال کرده السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا خلقیت میتوانند با دختری ایشانزاده خاندار شود؟ این درست است یا نه؟ خدا از شما راضی باشد. بله از روی شریعت درست است برادر عزیز. فقط انسان که از سیدزاده ها و از کلانزاده ها وقتی زن گرفت باید چقدر احتیاط کنه که مبادا که دشنام ندهه گذشتگانی و یعنی اصل مثلا دشنام دادن برای همه معنی حرام است. اما وقتی انسان از کلانزاده ها که گرفت بهتر باید خوبتر با زیادتر رعایت کنه، احتیاط کنه، نشوه که یعنی اون دوستای خدا را سبب آزارشون شوده، آزار ندهه اونها را. چقدر هوشیار بودند. به این خاطر در شریعت کف گفتند. کف یعنی هر انسان برابر خود را گیره، هر انسان برابر، انسان دارنده از دارنده گیره، کم بغل از کم بغل گیره، سیدزاده از سیدزاده گیره، هر کدام از برابر خودش گیره، براش کف بهتر است. اما از روی فتوا و شریعت درست است. میتونه یک انسان عامی دختر ایشانه گیره، دختر داملا را گیره، دختر قاری را گیره، اینها درست هستند برادر. از در شریعت معنی نیستند. خب چه برادر سوال کرده السلام علیکم بابای داملا، شخصی که گروزچیک است بار میکند، خب بر وی سوم میدهند که رفته با بار خر و میتواند که در بالای بار خریدگی یگان روبل ماند و در حق خانواده ما یک دعای خیر کنید. خدا جان از شما راضی باشه. سلامت باشه برادر. خدا شما را و اهل بیتونه بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردونه. برادر عزیز وقتی انسان خودش یعنی بارکش باشه، گروزچیک باشه، برای او یک انسانی که بارهاش میبره و بود در برابر بار بردنش سوم میگیره، در این صورت وی کفیل میشوه. او انسان نمیتوانه که در بالای اون بارهایی که میخره یعنی پول بمانه و برای خودش فایده کنه. این فقط همون پولی که بارها را میاره، فقط همون پول براش درست است. پولی بارکشیش یعنی پولی گروزچیکیش براش درست است. حق نداره که در بالای یعنی بار دیگر انسان پول بمانه و از این کار کنه، براش درست نیست برادر عزیز. خب
برادری از سوال کرده که السلام علیکم دوملوی محترم، سوال: فرزند 14-15 ساله نماز میخواند، موی زیر نافش تازه کند یا نه؟ التماس جوابش گویید. اکنون برادر عزیز، پاکیزه کردن موی زیر ناف یا اینکه موی زیر بغل، تگهای کش، اینها سنت مؤکده هستند. البته برای جوانی که وقتی به بلاغت رسید یا انسانی که یعنی این موی ها را برآورد، براش سنت است، یعنی سنت مؤکده است که تگهای کش چینه و زیر نافش تراشه. یعنی این سنتی و حدیث های جناب پیغمبر است که سنت مرسلین است. از پیغمبرهای دیگه هم این چیز باقی مانده است. به این خاطر انسان باید حتما اینها را داشته باشه، پاکیزه کنه. یعنی ماهش اگر یعنی توانست هفتهش یک بار، نه توانست یعنی ماهش 2 بار، یک هفته پس باید انسان خودش تگهای کش زیر نافش باید پاکیزه کنه، چون که این سنت مؤکده است. یعنی تگ کش چیندن گفتن، بعضی از فقهای متأخرین گفتن اگر انسان تراشش هم سنتی به جا میاد، اما حکمت چیندن به سبب چیندن بوش نابود میشده، بوی تگ کش نابود میشده و روشن، یعنی چشم ها روشن میشدن، نور چشم زیاد میشده اگر انسان تگ کش چینه. اما اگر انسان تراشه یعنی با هم تازه کردنش هم سنتیش به جا میاد. اما زیر ناف اینم تراشیدنش برای انسان سنتی مؤکده است. البته انسان به اهمیتی بی‌پرواگی کنه نسبت به این گناهگار میشه، چون که سنتی مؤکده در عمل برابر واجب است. برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم استاد عزیز، یک سوال دارم. درباره راستا پیشاب کردن یگان چی میگفتید؟ خدا از شما راضی باشد. برادر عزیز، درباره راستا، یعنی راستا مردم خودمان چخت پیشاب کردن میگویند. البته اکثر از علمای دین این عمل حرام میدونن، این عمل نادرست است. اگرچه یک روایت آمده است که والله اعلم حدیث بخاری باشه که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدن که یعنی راستا پیشاب کرده است، شاید یگان حالت عذر حضرت بود. اما در ضد، در مقابل این حدیث با حدیث ها از حضرت عایشه مادرمون هست، از حضرت عمر است که حضرت عایشه مادرمون گفتن که جناب پیغمبر، هر انسان گویا که جناب پیغمبر راستا یعنی چخت پیشاب کرده است وی را باور نکنه، گفتن حضرت عایشه، چون که جناب پیغمبر هرگز این کار نکرده است، نمیکنه. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم این چنین روایت است که یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی داشتن از پیشاب کردن راستا، این حرام است. در روایت دیگر هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همه عذاب قبر برای همون انسانی هست که از یعنی چیلچه های پیشاب خود را نگه نمیداره. روایتی هست که به قبرستان میگذشتن، یعنی صاحب 2 قبر در عذاب بودن، جناب پیغمبر امر کردن براشون کمی یعنی چوبی تر آوردن، پیغمبر بزرگوارون چوب از بین 2 تا کردن و در اون یعنی قبرهای او 2 شخصیت خلانیدن، یعنی پیش کردن، رس کردن. بعد از اون گفتن که تا وقتی که این چوب ها یعنی سبز هستن ذکر میگوین، از خداوند امید دارم که عذاب اینها سبک کرده میشود. بعد از اون حضرت گفتن که اینها از روی گناهی کلان نه، بلکه از روی گناهی میده عذاب شده استودن. گناهیتش گفتن این است که سخنچینی داشت، یعنی خبر یک کس به جای دیگر میبرد. گناه دیگرش این بود که از پیشاب خودداری نمیکرد، یعنی از پیشاب خودش را نگه نمیکرد، یعنی هم چلچه های پیشاب در پاچه ها و در بدنش میرسیدن. البته راستا پیشاب کردن اکثر علما و اتفاق هستند که یعنی حرام است، نادرست است، چون که وقتی انسان راستا پیشاب کنه البته چلچه هاش در لباس های وی میرسن و لباس هاش بینماز میشن. خب برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم دوملو، اگر یگان نماز 5 وقته را قضا کنی بعد تراویح پیش از ویتر واجب قضا میخوانیم یا که بعد ویتر واجب میخوانیم؟ خب قضایی هم من را. اکنون برادر عزیز، وقتی انسان قضا کرد ویتر واجب البته وقت جماعت میخونه، بعد تراویح ویتر واجب خونه، بعد از ویتر واجب قضاییاتونه یعنی خواندن گیره ضرر نداره، درست است. میشه که انسان یعنی چون که در این ماه رمضان ویتر واجب اکثرا در خانه ها جماعت خوانده میشود، یعنی بعد تراویح جماعت میخونن، ویتر واجب خونه، بعد از ویتر واجب قضاییاتونه خونه میشه. برادر عزیز
جا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا جان، یک آدمی نمازخوان گویی که نمازت را خوان خب به طرز شوخی گوید که نمیخوانم، گناهگار میشود یا نه؟ بله برادر عزیز، گناهگار میشود. عبادت و بندگی خدا شوخی ندارد. ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. درگاه خداوند شوخی انسان نمی بردارد. وقتی انسان گفتی باید اگر یعنی ناراحت غمگین زیقم باشه باید نه نگوید، یعنی گویا که میخوانمش بعدتر میخوانم، میگه که سکوت کنه، یعنی خاموش ایسته، نگویا که نمیخوانم. خب برادر سوال کرده السلام علیکم داملای محترم. خب من نماز تهجد میخوانم هر شب 12 رکعت، خداوند به درگاهش قبول گرداند. داملا شما گویید ممکن هست که من همین نماز تهجد به بلند خوانم؟ بسیار نغز میبینم بلند خواندن را. التماس جواب گوید. بله برادر عزیز، این سوال ما در شبهای گذشته گفتیم که از نمازهای شب فقط نماز یعنی تهجد را انسان میتواند که بلند خواند، یعنی بلند خواندن نماز تهجد ضرر ندارد و درست است برادر عزیز بزرگوار. السلام علیکم داملا، در همین سوال ما التماس جواب دهید. خب چی باشه که ختم قرآن را در آدمی زنده بهتر ثواب دارد یا به مرده؟ التماس جواب گردانید. از غریبان انتظاره. برادر عزیز، ختم قرآن نسبت به زنده در مرده زیادتر بهتر است. به چی خاطر؟ به خاطر که انسان زنده وای زنده هست، وای توانا هست، میتواند که یعنی چیکار کند؟ وای خودش ذکر گوید، عبادت کنه، عمل کنه. اما انسانی که از دنیا گذشته است وای محتاج است، وای انتظار دعا است، همیشه یعنی چشم بر راه و نگران است که کی حقی من دعا میکنه. نسبت به آدم زنده بهترش در حق آدمی یعنی گذشته بخشی ثوابش بهتر است برادر عزیز بزرگوار. خب برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملا، در حاجت خانه یگان ذکر گفتن ممکن است با درون دل؟ این مسئله را البته بعضی از علما اجازت میتین برادر عزیز، اما اکثرا بسیارشون معنی میدارن، چون که حاجت خودش مکانی یعنی غژدی و ناپاکی است. همون دعاهایی که یعنی پیش از حاجت خانه در آمدن است، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پروردگار است پناه طلب میکنم از غژدی و غژدی ها که اینجا منظور شیطان و جن ها هستند. یعنی انسان همین دعا را که کرد پیش از حاجت خانه داخل شدنش باید در او درون حاجت باید ذکر نگوید. اما بعضی از علما گفتن بدیل ذکر گفتن ضرر ندارد. بدیل یعنی بعضی ها اجازه دادن بهترش نگفتن، چون که اکثرا معنی میدارن. وقتی که برآمد غفرانک گوید که پروردگار تو مغفرت کننده هستی. این وقتی که من در حالت ناپاکی و غژدی بودم و در حالت یعنی غفلت بودم، از ذکر یادیت دور بودم، این لحظه را از من مغفرت که گفته. اینها سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب برادر سوال کرده السلام علیکم اکای داملا، اعتکاف در خانه نشستن جایز است؟ خب حتما جوابش را انتظاریم که نزدیک آمده است. رحمت سلامت باشه برادر. از اعتکاف در خانه ها شیشتن، البته این سوال ما از استادها پرسیدیم، این مسئله در کتاب ها نیست، چون که شرط اعتکاف در مسجد جماعت است. از استادها پرسیدیم، برای ما چنین توصیه دادن که البته در این شب و روزی که مسجدها محکم هستند و در مسجدها جماعت نیست، ان شاء الله که انسان اعتقاد کرده یعنی نیت کنه و قصد کنه که یعنی همون ثواب از خود میکنه و اعتکاف شینه، ان شاء الله همون ثواب از خود میکنه. یعنی که برای انسان درست است، یعنی جایز است که در خانه ها هم قصد اعتکاف کنه و هر کاری که در غیر یعنی برای معتکف برای اعتکاف نشستگی معنی است، از همونها خودش احتیاط کنه و دور گیره، دائم در ذکر در تلاوت باشه، ان شاء الله که ثواب معتکف از ثواب شخصیتی که اعتکاف می نشینه ان شاء الله ثواب هوایی میگیره. نباشه این مسئله در کتاب ها نآمده است، این همین مسئله های همین زمانه هستند، همین عصری هستند، معاصرند.